خیلی دائمی ما خیلی سلام و حمام خیلی ممکن چی نیست در کار نیست فقط ما چی به خوب نبوده چه رفته شهر یک جای دیگر مثال در نزدیک خانه باشه بهترین کاره کی مثال محکوم همه محکومه البته این خوبه کاشانه حسن هم خوبه حمام هم خوبه مثال جایی که پتینکا پای افضل میدوزن وای هم خوبه سرتراش خانه هم خوبه این دوره مثال شوروی بود به توای سلوب میگفتن یک چی بود مثال ارگانیزاسیون بود مثال میرفتیم خیلی نقض بود حاضر مثال هم یا شهر همه چی از نیک دهات کم دیده میشه تمام کاشانه حسن به ما راضی نیست به ما ورزشگاه لازم است ما میخواهیم که همی جا مانده همی ده مانده ورزشگاه سازیم باغچه کودکان نه در کار نیست ما میدانچه سازیم ما در خونمون آواز میکنیم میدانچه فوتبال سازیم بس همین هم در راه بازی میکنیم ماشین پوچیم بیشتر میاد فصل میشه فالکت خبر نکنیم یا میدانچه بسازم در بس با ما همین کاشانه حسن با ما در کار است و با همین محرکه و توی تماشا وقتی که میرویم از همین چیزمون از کاشانه حسنمون استفاده بریم با ما بسیار زنان لازم است که در همین اقلام یک تا در همین قشلاقمون کاشانه حسن باشد بر جای همین حمام و سرتراشخانه مثلا بر جای همین حسن وای ما دمی با باغچه کودکانه لازم است دمی دهای ما من ارزو دارم باغچه ما نمیرسد مثال هم آدمای کارگر مثال کودکا خیلی هم در نظارت باغچه باشه این خیلی با دیگه خیلی میشه همین چیزایی است که خوب است برای پیشنهاد شما کردگی برای ما بود لیکن ما میخوام که برای دخترای ما که در خانه ها بیکار خوبن همین مهمترش همین است که در قشلاق در میجا در همین نوحه تیزگری پایان ما میخوایم که دو زندگی شو پزندگی شو بیشتر برای دخترانی ما که همه دخترای ما خونشین است برای ما مهمتر همین است خاک بو کلانترا چی که بگم ما گپ همون رو گوش میکنیم برای ای خوردی همین خیلی ما کلان شدیم هر چی کلانترا گفتن ما سخنی همه رو تصدیق میکنیم بعد گفته هوایو میریم